ساختن پاورپوینت نماز وحشت داره، بس که این کار نچسب و سخته. ولی یه هوش مصنوعی میخوام بهت معرفی بکنم که فقط تیتر رو بهش مینویسی، حتی خودش متن رو برات مینویسه. میگه عکس رو جنریت کنم یا از عکسای استوک استفاده بکنم، یه کلی اسلاید درست حسابی با تیتر و موضوعات مختلفم میتونه برات در بیاره که این فرایند رو به دلچسب ترین حالت ممکن برات در بیاره. خوراک دانشجوها و کارمندا و اونایی که میخوان یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشن. اسم این هوش مصنوعی گاما.اپ. برای ثبت نام توش فقط کافیه دونه جیمیل داشته باشی. جیمیل که داشته باشی، حالا اینجا موضوع میدی، جنریت رو میزنی و خودش تمام استفاده رو بعد درست می‌کنی. میتونی از توی تنظیمات هم مشخص بکنی که الان میخوای عکس‌ها رو از عکس‌های استوک استفاده کنه، عکس‌ها هم با AI جنریت کنه. راستی هر جایی هم لازم بود میتونی ادیت بکنی. خروجی هم PDF بهت میده، هم میتونی پاورپوینت بگیری ولی رو زبان فارسی یکم پت میزنه که وقتی بردی تو اپلیکیشن پاورپوینت باید فونتاشو درست بکنی. همین و تمام.